بیایتون کنم. بیاین مرحمت. بیاین خوش اومدین. خوش اومدن. کنی گذارید، از بالا گذارید. دوگونه جون نمیدونم گپم رو از چی سر کنم. روی راست گپ زدن. تشویش نکشید شرافت جون. هیچ گپ نه. خوش اومدید مهمونای عزیز. خوش اومدید. سلامت باشید. قصه کوتاه همین که شرافت جون من با شما خیش و تبار شدنی. چی خیل؟ با بچه هاشون کلون کردنی. ها شیرین ما رو دیانی شما رو. شیرین ما رو؟ شیرین؟ شیرین اینجا بیا. شیرینی میگفتگیتون انا همین، ولی وای با من هم به جای دخترم، هم خواهرم، هم کلینم و من هم با امید کلام کردم. انا پسرم ریزا هم او را دوست می‌دارد. نصیب باشد به 17 که در آمد توی را سر میکنیم. من با خواهش پسرم اومدم که دلش شکسته نشود. نباشد من هم چندان خواهشمند نیستم. لیکن از روی شنیدم پسر تو به دیگر کس دل داده است. به کی دل میداده است؟ به میسره دختر علی بیک پشمک. خستی که خوابی. تا من زنده ام پای و قدمی میسره خنکروی به این خاندان نمیدروید. بگذار بخیلی نکند. ما کلین داریم. چه گفتید گونه؟ خاله جان آخر ریزا در حقیقت برادر خدا؟ نه زندگیتون خوش میگذرد. لیکن وای میسره رو دوست میدارد. میسره دختری نقص ما دوگانه. تو چی میگوی دیوانه؟ تو چی گفته ایستاده ای؟ باز به بچه این عاشق نشده باشی؟ نه خاله جان من پسر این کس تماما نمیشناسم. من حالا در فکر شو کردن هم نیستم. چی بچه من به تو معقول نیسته؟ معقول نباشد چرا گپی خنوب میگویی؟ میسره رو دوست میدارد. تو را چی؟ همچو برادر. اگر میسره رو کلی نکنم تو او را دوست میداری؟ مثل خواهره که برادرش رو دوست میدارد. تو را همچون شوهر دوست میداری؟ برای من برادر است. دوست نمیداری؟ همچون برادر دوست میدارد. حد زبون کتغندگه زده. صغیره به مقصد میرسد، صغیره پرور نه. درشم
آچش شادیانه را برارید. مسئله روادید پسرمون حل شد. نیم ساله برای تجربه آموزی و فرانسه می رود. نخور. مبارک شود دادا جانش. مبارک شود. وای میرزا جانمان از این خبری خوش خیلی خرسند می شود. حالا خودش در کجا؟ نماید؟ برای نوشتن کاری دیپلمیش تیاری دیده ایستاده است. دادا جانش بیایید یاردم کنم. کمی دادا جانش بیایید رفتیم. السلام علیکم. ملاخو خویم برانو خویم صبورو خویم اینها مسئله تاجیکی دارم. السلام علیکم رئیس بابا. میدونید زنبور مسئله معمولی تاجیکی میگوید خویم یک بال دستی ملغی دو بال مانده نباشد رئیس بابا. باز چی؟ همون مسئله زمین. من همه حجت ها رو آوردم رئیس بابا. تمام؟ یک بلا کنید رئیس بابا. نتوانستی. قرضدار شدی. ما امسال حاصل نقد رو یاندیم. اما فوتوریست ها نرخ سوزشواری و نوری های مینرالی 2-3 برابر برداشتند. انا بعد گفتن که بازار لیورپول نرخ پخته ارزون شده است. من فوتوریستیا نمیدانم. زمینم میگیریم. رئیس جان ما به همه خدمت تیاریم. از شما یک اشاره از ما به سر دویدن. ضیافت معیشت با همه برنامهش می شود. فقط التماس زمین نگیرید. با تو زمین نیست رئیس بابا. رو! شعر یا روبو؟ نشد. دستش عقب. حاضر نغز می شود. تپه تیار می شود. بچه ها گوش کنید. تمام لیلا خودش نگاه میکند. رفتیم.
راحتتر زنگ زنید. من مهمان دارم. وقتم تنگ. مهمان ها آمدگی. ممکن رئیس بابا؟ مرحمت بیایید. السلام علیکم. سلام علیکم. مانده نباشید. رحمت. مرا نسیمک روان کردند. یک برنامه کردند در کار. خوب مرحمت. عارف جان شما آمادگی گیرید. کریم جان شما هم تیار شوید. عارف جان تیار هستید؟ سر میکنیم. ها بله من تیار هستم. تماشابین گرامی، خیلی که شما میبینید این خواجگی به موفقیت‌های خیلی کلان نائل شده است و ما حالا صحبت داریم با رئیس خواجگی. محترم رئیس، لطفاً بگویید که با دیدن چگونه قاعده‌های اگروتکنیکی شما به این موفقیت‌ها نائل گردیدید که خواجگی شما نسبت به خواجگی‌های همسایه قریب نیم سنتر زیادتر حاصل پخته به دست آورده است. پخته‌کاری. همین شما درباره پخته‌کاری با گپ‌های خودتون دو سه جمله گویید، بعد این طرفش ما خودمون تنظیم میکنیم. در مسئله گپزنی ما گنگیم. اوف. چخیل کنیم عارف جان؟ یک دقیقه. رئیس، شما یگان معاون و یا متخصص دارید که با ما همین معلومات دهد؟ هست. همون کسی نباشه دعوت کنید. رحمت الله درو. این کس سرمحاسب. لابا رئیس. خب شناس شوید. این کس ژورنالیست. رحمت الله. عبدالقیوم پور. معلومات های در کاری را ده. مرحمت به اداره من. خیلی خوب. رئیس، یک کار دیگر رو هم کنیم. من یک صورت شما برای روزنامه گرفتنی. کریم جان روی رئیس رو روشن‌تر کن. خب تبسم انا میخیل. صد تشکر. خب رئیس ما میرویم، معلومات رو میگیریم، بعد به نظر شما میبریم، همش رو تنظیم میکنیم، بعد به شما میکنیم. خب سلامت باشید. رفتیم. خوش آمدید. خوش آمدید. میبخشید. سلامت باشید. شیرین سلام. سلام. شیرین بی. شیرین تو دختری نغزی و لیکن عذاب کشیدی. نه من یگان عذاب رو حس نمیکنم. شیرین لابا من هم به اوتا و به اوچه کلان شدم. عذاب صغیرکی سخت. شیرین الهو بخت بینی. رحمت. شیرین من کلان شوم تو را از غم آزاد میکنم. اوکی کلان میشوی. همین که دختر شای پری را گرفتم اون وقت. مایلد تو کلان شده دختر شای پری اگه من خدمتگارش بو میشوم. نه شیرین خدمتگار؟ من تو را وزیر میکنم، ملکه میکنم. لیکن من حاضر باید تپک کنم. تپک؟ ها زمستان خنوک، صغیره ها خنوک میخورن. راست اکه خورسند یک تا بیت خونه. بیت؟ نه من دیروز در شهر بودم، آوازم خسته شدگی. آوازم و یکار رو نخورم. مایلش الا بای بودکو بای چرمخی مالا. مایلش خای
من چی شد؟ با من چی شد؟ من در کجایم؟ من در کجایم؟ برای چی تو گریه میکنی؟ چی؟ تو چی گفت شد؟ باز میپرسی؟ بین تمامی اعضای بدنم رو سیب سیاه کردی، کرتم رو دروندی. نه آخر چی گفت شد؟ با من فهمون برای چی گریه میکنی؟ هیچ گپ نی. در ملیسه خونه زود به یادت میارند. در ملیسه خونه؟ من میدونی تو رو چی کار میکنم؟ تقایم در سود کار میکنند. تو رو کمش 10 سال حبس میکنند. برای کدام گناهم چی کار کردم؟ چقدر برای کدام گناهت؟ تو مرا شرمنده کردی، بدنامم کردی. بین من چقدر مونیگی کردم، حتی سر و رویت رو کندم که از تو خلاص شوم، ولی تو مثل کنه به من چسبیدی. خیر شد لیلا، بس کفایه. تو هم مای به عیب نیستی. کی گفت که با اینا همراه شد؟ لیلا را چند وقت باز میدانی؟ کدوم لیلا رو؟ انوای رو. همراه رقص کرده بودیم در دیسکو کلوب. تمام. ولی لیلا تو را یک عمر از خاطرش نمیبرارد. در یادت هست؟ ها؟ در یادت هست؟ 2 روز پیش با دیسکبر رفتی، عرق نوشیدی، مست شده بنگ زدی. انا بعد دختری بیچاره را به خانه جیانی من دلیر آورده شرمنده کردی. نه با دیسکو کلوب ما رفته بودیم به مناسبت روز تولد اکرام. عرق هم نوشیدیم، رقص هم کردیم. تمام. آفرین به یادآوریت. پولته راضیش کن، نباشد به سود عرض میکند. دلیر و اکرام کجایند؟ دلیر و اکرام از صاحبانشان گرفته بردن. تو موندی. نه خودت میدونم نه سراغت. اینجا کجاست؟ اینجا بیمارخانه خاصه برای دردمندان نشه. نشه؟ ما این رو گیر بعد باز میدیم. من به تو گدو نیستم. مرا نکاح کرده میگیری، فهمیدی؟ سرم میکفت. یگان داروی دردی سر دید. دارو با تو فایده نمیکنه. داروی تو انا همین. فراموش نکن تقدیر من بعده تو در دست لیلا. 2 روز پس پولا بیار.
با تو جواب. سرم میکفد. لیلا لیلا رولتا نغز بازی کردی. خیلی خوب. این طور که باشد خیر به من جواب؟ نه. حالا تو میدونی چقدر قرضدار شده ای. برای حساب کردن انگشت هایت کمی میکند. خیر نفهمیدم. خدمت های تو حالا در پیش. خوندنم چی می شود؟ پروانه کن. گرفته دادن دیپلم به ما 2 × 2 = 4. اوچه هم سراخ کند چی؟ اوچه؟ میگویی که بی پول موندی. برای همین برای رستوران ما به کار در اومدی. ای به همین چیز یادی صرفم نروی خونده چی کار میکنی؟ ها؟ این قدر آلفته باشی چرا دست به نشه زدی؟ کی تو را مجبور کرد؟ من؟ دلیر؟ اکرام؟ افسوس که به همش خودم گناهگارم. خودت گناهگار. شرافت خان؟ لبی شرافت لبی السلام علیکم. سلام علیکم. ناز هستی بردم با قوت تن جانت ناز بارکالله. تنی گوی شرافت همین 2 قوطی پیرمرد رو میگیری؟ نه بریگادیر، تو اول به سوال من جواب ده، نباشد نیم قوطی هم نمیگیرم. تو اول این قوطی ها را گرفته به خانه درار، انا بعد چخ میکنیم. میلشو اینجا بیا. این چی است؟ نه بریگادیر، تو گویی که این چی است؟ این گندم نان است. تو به ما گویی که مزد 1 ساله ما همین 2 خلطه گندم پوسیده است ها؟ اینقدر ناز نکن. بغیر از این باز 2 خلطه پیاز 1 خلطه سیب گرفته بودی که آخر. کدام پیاز؟ کدام سیب؟ همون رو هم خودتون مجبورن دادید. در بازار کیلوش 30 درم بود، شما به ما چندی دادید؟ 90 درمی ها؟ نه سیب های تروشتونه به طریق گاو پرتوفته. گندمی پسیدهتون حتی خوری مرغ نشد. این کاری ما نه، این کاری فوچریست ما. اگر ما همین گندم نگیریم فوچریست خفه بشود. تو این رو میفهمی یا نه؟ من اینو نمیفهمم. اگر شما با جای همین گندمی پسیده پولش میدادید، ما خودمون از بازار 2 مرتبه ارزانتر میخریدیم. یک گپی خلق است که اصول در دست نغارچی میگویم. میفهمم این گپا. آخر فوچریست با ما پول نمیدهد. فوچریست میترسد با ما پول دادم. پول را که داد شما در کیسه میزنید یا در تک صندوق میپرتایید. بلا با پسر، تو با من گویی که برای چی مزد مهنت ما کم است؟ برای چی؟ برای چی اولی پختچینی کم مزد مهنت میتدو تمام؟ شمایان از پخته قرض دارید. برای پخته را جمع کردن میدونه چقدر پول صرف شدگی. سوزشواری 1، تکنیک 2، نوری های مینرالی 3. برای این را فهمیدن سواد در کار است. نباشد ما برای چی اینقدر جان و جفا میکشیم؟ برای چی اینقدر مهنت میکنیم؟ برای چی؟ کلید شمایان خش و تبار دو، من رحم شمایان رو میخورم. نباشد از همه چیز بمونید. باز از چی میترسونید؟ زمینت 1، تراکتوری بچه 2. تراکتوری بچه تراکتوری شخصی نه، تراکتوری خوجگی. این گپ ها با گوش رئیس رسد، خودت از زمینت بچه از تراکتور میمونه. میفهمی همین گپ ها؟ بیچاره بچم شبی دراز برای دوستم شده زمین مردم جفت میکند، برای زمین خودمون وقت هم نمییابد. عظیم جان تنجمی؟ گیرد میگیرد، نگیرد رفتیم. رئیس انتظار. مایلش بلا با پسش میگیرم. مایلش
بیا میرزا جون، بیا میرزا جون. سلام سلیم. سلیم وای دختر. لیلا کجاست؟